نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با قسمت دیگری از برنامه تماس مستقیم. برنامه شما عزیزان، شماره تماس برنامه مانند همیشه شماره واتساپ و تماس مستقیم هست که از طریق همین شماره می توانید هم به شکل مستقیم و هم از طریق واتساپ با ما تماس بگیرید. و در شروع برنامه سعی می کنیم بعضی از سوالاتی رو که عزیزان فرستادند پاسخ بدهیم و در ضمن پاسخ به سوالات عزیزانی که از طریق واتساپ این سوالات رو فرستادن و بعضی از این سوالات شاید ماها گذشته باشه، اما به هر صورت به نوبت این سوالا رو پاسخ میدیم خدمت شما عزیزان و عزیزان ما از بابت تأخیر عذر ما رو بپذیرند. سوالی که عزیز ما پرسیدن که زبان حضرت آدم علیه السلام چی بود؟ بعضی از سوالاتی که عزیزان میپرسن واقعا انسان تعجب میکنه. خب اینکه زبان حضرت آدم علیه السلام چه بود فکر نمی کنم اهمیتی داشته باشه در زندگی ما، اما به هر صورت در این مورد آنچه که اقوال علما هست رو ما خدمت شما عزیزان و بزرگواران بیان میکنیم. بر اساس روایت هایی که وجود داره، یک حدیث صحیح است که ابن حبان در صحیح خودش روایت میکنه از ابوذر رضی الله تعالی عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که از ایشان پرسیده شد که قلت یا رسول الله کم الانبیاء، تعداد پیامبران چقدر بودن؟ قال 120,000 یعنی 120,000. قلت یا رسول الله کم رسول من ذلك، چند تاشون رسول بودن؟ میدونیم که فرق بین نبی و رسول این است که رسولان دارای شریعت جداگانه می بودن، مانند موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، و انبیا ابراهیم علیه السلام. مثلا انبیا پیامبرانی بودن که شریعت جداگانه نداشتن، بر آنها وحی نازل می شد به عنوان صحف و اینها تابع شریعت رسولان بودن. مانند مثلا هارون علیه السلام تابع شریعت موسی علیه السلام بود و مثل ایشان پیامبران دیگری هم بودن. و وقتی سوال شد که تعداد رسولان چقدر هست، فرمودن که 313 یعنی 313. قال قلت یا رسول الله من کان اولهم، اولینشان کی بود؟ اولین قال آدم. قلت یا رسول الله انبی و مرسل، که آیا آدم یک نبی مرسل بود؟ قال نعم خلق الله بیده و نفخ فیه من روحی و کلمه. الله سبحانه و تعالی ایشان را با دستان بلاکیف خودش خلق کرد و از روح خود در او دمید. ثم قال یا ابوذر 4 سریانیون، 4 تاشون سریانی بودن. سریانی یک قومی هستند، اقوام گذشته‌ای که در منطقه عراق و بابل اون زمان زندگی می‌کردند که از این سریانی ها آدم و شیس و اخنوخ و ادریس است. و اول من خط بالقلم که اولین کسی که
نوشت و با قلم نوح علیه السلام است و 4 من عرب، که 4 تاشون از عرب بودن از بیان این همه پیامبران، که هود و شعیب و صالح و محمد صلی الله علیه و آله و سلم. همچنین میگن که زبان ابراهیم علیه السلام زبان سریانی بوده، بنابر روایاتی که آمده. به هر صورت بعضی از پیامبران به زبان یونانی صحبت میکردن، به زبان عبری صحبت میکردن، به زبان عربی صحبت میکردن و الله سبحانه و تعالی هر پیامبری رو که فرستاده، همونطور که در قرآن کریم ذکر میکنه، به زبان قومش فرستاده شده و اون پیامبر، چون که این از اراده الله سبحانه و تعالی است و حکمت های فراوانی در او نهفته است که پیامبران باید از جنس خود قومی بودن که بر آنها فرستاده میشدن، زبانشو بفهمن. بعضیا میگن که خب مثلا چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم به زبان عربی فرستاده شده، قرآن کریم و شریعت اسلام چرا به زبانهای دیگر فرستاده نشده؟ الان مثلا پیامبر در بین عرب نازل میشد، فرستاده میشد، بر او کتابی نازل میشد به زبان فارسی مثلا. خب قوم او فارسی رو نمیفهمیدن، بعد اینجا یک مشکلی بزرگتر ایجاد میشد، اینکه پیامبر در بین قومی از عرب، بر او کتابی نازل شده به زبان فارسی، فردا اگر در فهم این کتاب دچار مشکلی بشیم، به کی باید برگردیم؟ به عرب یا به فارس ها؟ فارس ها میگن خب این پیامبر عرب بوده، در بین ما نازل نشده. عرب ها میگن که این پیامبر عرب بوده اما کتابی که بر او نازل شده به فارسی بوده. اینجا یک اشکال بزرگتر ایجاد میشه. همین دوستمان پرسیدن که اسمایی مانند الله بخش و خدا بخش، این اسما بالای پسر خود بگذارید چه حکم دارد؟ الله بخش در عربی هم هست، به نام عطا الله میگذارن، در بین عرب ها هم هست. همه فرزندان رو، همه انسان ها رو الله سبحانه و تعالی بخشیده. اسمی است که در معنیش و در مفهومش اشکال شرعی وجود نداره. خدا بخش، بعضیا میگن که خب اطلاق کلمه خدا به جای الله درست است، اما به نظر من و خیلی دیگری از علما که میگن بهترین است که در جایی که کلمه الله هست اما الله استفاده شود و ترجمه نشود. یک نوع تعصب ایجاد شده در بین فارس ها که هر چیزو میخوان ترجمه بکنن به زبان فارسی و این اشتباهه. و یک مدتی مثلا یک گروهی جمع میشن، ما میخوایم که مثلا پارسی سخن بگوییم، میان کلمات رو عوض میکنن، مثلا ساندویچ رو میگذارن دراز لقمه، مثلا پیتزا رو گفتن که کش لقمه، کروات رو گفتن مثلا دراز آویز، یعنی از کلمات مسخره‌ای که حالا میخوان همه چیز رو ترجمه. چه نیازی است؟ یعنی ما خیلی در زبانهای دیگه کلماتی داریم که از فارسی گرفتن، از عربی گرفتن، دارن خیلی راحت استفاده میکنن، هیچ حساسیتی وجود نداره. و همچنین در فارسی خیلی از کلمات از زبانهای دیگر وارد شده، در عربی هست. به طور مثال این نمونه خدمت شما عزیزان ذکر بکنم، مثلا کلمه هرت برای زمین در انگلیسی از ارض از زمین به زبان عربی گرفته شده. یک کلمه کور، یه چیزی رو مثلا میگی برای تلفنم یک کور گرفتم. بعضی دیدین میخوان خودشون مثلا خیلی خارجی نشون بدن، با تلفنم رفتم براش یک کور خریدم. کور از کلمه کافر گرفته شده. کافر در اصل به معنی پوشاندن است. کور در انگلیسی، دیکشنری انگلیسی برید ببینید، اصل کلمه کور اصلش از کافر، در اونجا نوشته که اصل این کلمه عربی است و از کلمه کافر گرفته به معنی پوشاندن یک چیز. و وجود کلمات زبانهای دیگر در یک زبانی یک چیز بدی نیست، چیز زشتی نیست و این بالعکس فرهنگ غنی یک زبان رو نشون میده که بتونه کلمات اجنبی و از زبانهای دیگری رو بیاره در داخل خودش هضم بکنه. بعضیا اصرار دارن الا بالله که باید کلمه الله به خدا ترجمه بشه. اینطوری نیست. بهتر امان است که
الله را الله بگیم در هر جایی که استفاده میکنیم، در ترجمه آیات، در ترجمه احادیث، مثلا به جای رسول خدا بگیم رسول الله. مثلا الان در بین ترک ها الله استفاده میکنن، هیچ مشکلی هم نداره. انگلیس هایی که مثلا مسلمان هستن الله، آمریکایی ها، اروپایی هایی که مسلمان هستن الله استفاده میکنن، هیچ مشکلی نداره. ثانیاً این کلمه اسم الله قابل ترجمه نیست و به همین دلیل همون الله فکر میکنم بهتر است. این اسمایی است که در بین، خاصا در بین عزیزان بلوچ، مثلا الله بخش و خدا بخش و این اسما زیاد رایج است. اما مثلا ولی بخش و رسول بخش و نمیدونم عمر بخش و عثمان بخش و علی بخش و اینا اشکال شرعی داره، مسئله شرک مطرح میشه در اینجا. و طبق احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اسمایی که در او اظهار عبودیت و بندگی الله سبحانه و تعالی باشه زیبنده ترین اسمها در نزد الله متعال است، مانند عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالباری، عبداللطیف. اسماء الله سبحانه و تعالی رو یک عبد در کنارش اضافه بشه و این اظهار بندگی و عبودیت برای الله سبحانه و تعالی است و این بهتر خواهد بود که این گونه باشه. تشکر میکنم از این بیننده عزیز و گرامی. بیننده دیگری در مورد بیعت نوشتن که بیعت چیست. خاصا بعد از آمدن مثلا گروه های مانند داعش و اینها، امیر و بیعت امیر مومنین و بیعت ولی امر و این مسائل زیاد مطرح میشه. خب برای بعضی سوال ایجاد شده که بیعت چی است. بیعت اختیار یک شخص که دارای صفات و ویژگی های امارت مسلمانان باشد، رهبری مسلمانان. حالا شما اسمش رو رئیس جمهور بگذارید، پادشاه بگذارید، امیرالمومنین بگذارید، خلیفه بگذارید، هر اسمی که دوست دارید بگذارید. و این شخص که واجد شرایط خلافت و ولایت امور مسلمان ها باشد، طبق شرع باید مردم با او بیعت بکنن. این شخص وظیفش جلب منافع دینی مردم است. شخص خدمتگزار مردم است. این شخص ضررهای دینی و دنیوی رو از مردم وظیفه داره که دور بکنه. فتنه ها، جنگ ها، آشوب ها رو از جامعه دور بکنه. حدود شرعی رو در جامعه اجرا بکنه. عدالت که مهمترین رکن حکومتداری است رو در بین مردم اجرا بکنه. دست ظالم رو بگیره که بر مظلوم ظلم نکنه و دست مظلوم رو بگیره و از ظلم ظالم بر او جلوگیری بکنه و طبق شریعت الله سبحانه و تعالی در بین مردم حکم بکنه. حکم به ما انزل الله یکی از شروطی است که باید امیر و ولی امر مسلمان ها داشته باشه. آیا همه ملت لازم است که با او بیعت بکنن با یک خلیفه، یعنی تک تک مردم؟ نه، تک تک مردم بیعت کردنشون شرط نیست. همین که یک شورایی یا تعدادی از علما و شخصیت ها و بزرگان مسلمین با او بیعت کردن که در اصطلاح شرعی بهش میگن اهل حل و عقد یا اهل حل و عقد، هر دوتاش درست است. اینها کسانی هستند که به اصطلاح اهل شورا هستند، اهل مشوره هستند. یک فرقی که نظام اسلامی با نظام دموکراسی داره همین است که در پارلمان نظام دموکراسی هر کس میتونه کاندید بشه، عضو پارلمان بشه، قانون بسازه، رأی بده، مشوره بده. زناکار باشه، دزد باشه، آدمکش باشه، اما پول داشته باشه، طرفدار داشته باشه، میتونه عضو پارلمان بشه، برای یک ملتی سرنوشت تعیین بکنه. اما در دین اسلام، در حکومت اسلامی، کسی که اهل شورا هست، اهل حل و عقد هست، کسایی هستن که شایستگی این مقام رو دارن، اهل علم هستن، اهل تقوا هستن. و حتی خود امیر مومنین هم یا کسی که ولی امر مسلمین میشه
باید صفاتی داشته باشه که علما در کتب ذکر کردن. مرد باشه، آزاد باشه، بالغ باشه، عاقل باشه، مسلمان باشه، عادل باشه، شجاع باشه، بعضیا گفتن قریشی باشه، عالم باشه، کفو باشه. یعنی در امور سیاسی، در امور اقتصادی، در امور اجتماعی، در امور نظامی و در امور سیاسی امت لایق باشه و مصالح و مفاسد جامعه رو بفهمه. این شخص شایستگی ولایت امور مسلمان ها رو داره و مسلمان رو با او بیعت شرعی میکنن. بیعت یک مسئله شرعی است. این که مثلا یک ولی امر، یک حاکمی، رئیس جمهور است، پادشاه است، هر کسی است، به شکل شرعی اگر بر مسلمان ها حکومت نمیکنه و ویژگی های ولی امر شرعی رو نداره، ما نمیتونیم که به اون بریم مثلا بچسبانیم قضیه بیعت شرعی رو. مثل شنواری بود، شیخ الحدیث افغانستان، در زمان کرزی در تالار لوی جرگه مثلا اومد کرزی گفت امیر مومنین است، با او بیعت میکنیم، در حالی که کرزی رو مثلا آمریکایی‌ها آورده بودن. یعنی مثل این ملاها زیاد بوده، در تاریخ هم هست، در افغانستان هم زیاد بوده، در بقیه کشورها هم وجود داره. اینها یک شخصی رو که توسط کفار اومده بر مسلمان ها حکومت میکنه به غیر ما انزل الله، این رو هم ولی امر شرعی مردم میدانن. اطاعت از ولی امر واجب است در امور شرعی و در امور غیر شرعی لا طاعت فی معصیه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که اطاعت جایز نیست مگر در معروف. معروف آن چیزی است که مطابق با قرآن و سنت باشه، یا اگر مطابق قرآن و سنت نیست مخالف قرآن و سنت هم نباشه. انما الطاعة فی المعروف، حدیث متفق علیه است. اطاعت کردن در امور معروف است. معروف آنچه که در صلاح و مصلحت امت است و طبق قرآن و سنت باشه. بله، بزرگان و اهل حل و عقد وقتی که بیعت کردن دیگه لازم نیست که همه ملت برن بیعت بکنن، همین بیعت برای همه امت کافیه. چنانچه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در سقیفه بنی ساعده با سیدنا ابوبکر رضی الله تعالی عنه بیعت کردن و ایشان به عنوان خلیفه مسلمان ها برگزیده شد. البته در جامعه کوچیک مانند مدینه در آن زمان امکاناتش بود که خلیفه می نشست در مسجد، مردم می آمدن باش بیعت می کردن. همچین امکانی وجود داشته باشه، بله مردم برن بیعت بکنن، اما اگر نداشته باشه خلاص بیعت از گردن بقیه ساقط میشه و بر همه وقتی که اهل حل و عقد و بزرگان یک کشوری با یک شخصی بیعت میکنن به عنوان امیر مومنین، به عنوان رئیس، به عنوان بزرگ، به عنوان پادشاه، به عنوان ولی امر، این بیعت بر همه امت اسلامی که حالا کشورها هستند در این زمان، اگر همه کشورهای اسلامی یک حکومتی داشته باشن، بر همه واجب است و همونطوری که گفتیم در معروف نه در معصیت. و وفا کردن به بیعت این واجب است وقتی کسی با کسی بیعت میکنه در اموری که موافق مصلحت امت اسلامی باشد. این سوالاتی بود که یک برادر همه رو فرستاده بودن. تشکر میکنیم از ایشان. برادری پیام فرستادن، اصرار بر این دارن که یعنی زندگی کردن در غرب برای مسلمان ها چه اشکالی دارد، چرا بعضی از علما و دعوتگران مخالف هستند. اولا دوستان عزیز و گرامی، ما در این مورد مفصل صحبت کردیم. در این زمان کسی مخالف زندگی کردن یک انسانی در هیچ جای دنیا نیست. امروز مثلا در سرزمین های مانند انگلستان، فرانسه، آلمان، مسلمان ها چه از اصول این کشورها که مسلمان شدن وجود دارن، چه مهاجرینی که رفتن در اونجا تابعیت گرفتن،
که شهروند اون کشورها محسوب میشن، چه کسایی که به عنوان مهاجر در اونجا زندگی میکنن هنوز تابعیت نگرفتن و در بعضی از مناطق مثلا در بریتانیا در بعضی از جاها مثلا در برمنگهام تقریبا مسلمان ها دارن اکثریت رو تشکیل میدن، مساجد خودشون رو دارن، مدارسشون رو دارن. منتها اسلام وقتی که به ما میگه که زندگی کردن در بلاد کفار بدون سبب، بدون دلیل، بعضی ها هستن امروز مثلا از مصر، از گروه های اسلامی، از جماعت های اسلامی، بعضی ها سالها زیر شکنجه بودن، ظلم و ستم بودن، امروز رفتن در اونجا آرام زندگی میکنن، فعالیت دینی دارن، فعالیت دعوی دارن. برای اینها میشه عذر تراشید، اما برای بعضی که هیچ عذری ندارن، فقط به خاطر بهتر شدن وضعیت زندگیشون یا پول و درآمد بیشتر سفر میکنن، خب الان شما برای اینا چی میخواید بگید؟ این اسم اینا رو هم بگذاریم مهاجر شرعی، که مهاجر کسی است که به خاطر الله و رسولش هجرت بکنه. همونطوری که مجاهد کسی است که به خاطر اعلای کلمت الله جهاد بکنه. پس یک نفری که به خاطر یک سری مسائل دنیوی رفته، امروز به اصرار میخواد از علما و دعوتگران فتوا بگیره که آقا من مهاجر شرعی هستم. این عمل درست نیست، چون که هر عملی که ما انجام میدیم به نیت ما تعلق داره. انما الاعمال بالنیات، و نیت درونی انسان رو کسی نمیداند. شاید یک نفر امروز بیاد ادعا بکنه که به خاطر خدا مهاجر شده، اما اصلا شأن این حدیث هم در مورد شخصی است که به مدینه هجرت کرده بود. صحابه بهش طعنه میزدن، میگفتن که مهاجر ام قیس. مردی بود، عاشق یک دختری بود به نام ام قیس. وقتی که او هجرت کرد به مدینه، این هم هجرت کرد به مدینه. بعد اینو طعنه میزدن به این، میگفتن این مهاجر فی سبیل الله نیست، مهاجر ام قیس است، به خاطر ام قیس مهاجر شده. بر صورت بعد از اینکه این حرف به گوش رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید، فرمودن که انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیه. هجرت برای الله و رسولش است. هر عمل به نیت انسان تعلق دارد. کسی که هجرت به سوی الله و رسول باشه، هجرتش به سوی الله و رسول است، مهاجر فی سبیل الله است. کسی که هجرتش به خاطر زنی باشه که با او ازدواج بکنه، به خاطر مالی باشه، به خاطر هر چیز دیگری که باشه، پس هجرتش به سوی همان چیزی است که او به خاطرش هجرت کرده. فردا روز قیامت نیاد بگه که یا الله هم ثوابی رو که مهاجر فی سبیل الله برد اونو به منم بده. نه، اون نیتش، و ما مسئول این نیستیم که بریم تک تک انسان‌ها نیت‌هاشون رو تفتیش بکنیم. پس هر کسی که امروز هجرت کرده رفته به اروپا و آمریکا، اگر میخواد از بعد دینی به این سفرش نگاه بکنه و آیا مهاجر شرعی هست یا نیست، این رو خودش بهتر میدانه نیتش چی بوده. کسی به خاطر دنیا رفت در اونجا ملتزم شد، دیندار شد، نیتش رو عوض کرد، بعد به خاطر دعوت، بعضی فکر میکنن که حتما باید که دانشکده شریعت بخونه، الهیات بخونه، بعد از اون ملا بشه، بعد بیاد دعوت بکنه. ضرور نیست که همه ما دعوتگران. بعضی از برادران و عزیزان ما در اروپا، آمریکا سعی میکنن که به هر شکلی شده خودشون در لباس دعوتگر بزنن، در لباس عالم دین بزنن، در هر صغیره و کبیره دین اینا نظر بدن. در یک مجلس نشسته بودیم، یک شخصی که مثلا قیافش به مسلمان نمیخورد اومد، به نظر من این جای دین اینطوری است، به نظر من این قانون اینطوری است. تو کی هستی؟ چی کاره؟ تو کجای دین هستی که تو میخوای در مورد دین نظر بدی؟ یک کمی مطالعه کرده، حالا یک چند کلمه زبان خارجی یاد گرفته، فکر میکنه که الان وقتش رسیده که باید در مورد امور دینی هم نظر بده. اینم درست نیست. شرط نیست که حتما شما با علم مردم رو دعوت بکنید. مثلا یک نفری هست، تاجری است، در اروپا زندگی میکنه، الان نیتش این است که فی سبیل الله کار بکنه، زحمت بکشه، دعوت بکنه، در ضمن تجارتش هم انجام بده. حتی این شخص حتما مکلف نیست که بره اونجا مردم رو بدون علم به دین دعوت بکنه. این شخص میتونه با خریدن کتاب و پخش کردنش به شکل مجانی، ترجمه قرآن کریم، یا اسپانسر کردن
دعوتگران و کسانی که موثر هستند در جامعه به دین خدمت بکنه. مثلا الله سبحانه و تعالی میفرماید که جاهدوا باموالکم و انفسکم، مال را قبل از نفس در اینجا ذکر میکنه، چون اگر مال نباشه جهاد از کجا میشه؟ بزرگترین جهاد همین دعوت است به سوی توحید، به سوی یکتاپرستی. این از این قضیه. بعد مسئله دوم که من بارها روش تاکید کردم که نسل اولی که میرن مهاجر میشن در اروپا و آمریکا شاید بتونن خودشون حفظ بکنن، اصالت خودشون رو، دینشون رو، عقیدشون رو، حتی زبانشون رو، فرهنگشون رو. نسل دوم یک کمی کمتر، نسل سوم کمتر و نسل چهارم کلا از همه چیز بیخبر است. شاید بعضیا بگن نه ما سعی میکنیم که این اصالت رو نگه داریم، اما شما خیلی سعی بکنید شاید مثلا در 24 ساعت 1 ساعت یا 2 ساعت، اونم کسی که وقت داشته باشه، چون اکثر کسایی که اونجا هستن وقت ندارن. این فرزند شما میره در دانشگاه ها، در مدارس اونجا روزانه 8 ساعت حداقل در اونجا میگذرانه، شاید چند ساعتی رو هم با دوستا و رفیقا و همسایه‌هاش بگذرانه. طبیعتاً اون فرهنگ و چیز روی نسل ها تاثیر میگذاره. مثلا یک احصایه‌ای که در مورد کانادا و بعضی کشورهای اروپایی یکی از مؤسسات نشر کرده بود، احصایه وحشتناکی است. میگه مثلا کسانی که 100 سال پیش به استرالیا، به کانادا و به کشورهای اروپایی مسلمان شدن، امروزه از نسل اونها 1 نفر هم مسلمان وجود نداره. به انسانهایی بودن 100 سال پیش، یعنی که واقعا انسانهای دیندار بودن، نسل بعدیشون هم دیندار بوده، نسل بعدش هم یک کمی، اما 3-4 نسل بعد همه ذوب شدن رفتن. کسانی که از 75 سال به این طرف در کشورهای غربی زندگی کردن، یعنی 75 سال قبل در سال مثلا 1950 مهاجر شدن، امروز تنها 10% از اونها مسلمان باقی موندن، بقیه همه ذوب شدن رفتن. وحشتناکتر از اون این است که کسانی که سال 2000، همین 25 سال پیش مهاجر شدن، حدود 40% آنها اسلام رو ترک کردن یا از اسلام هیچ چیز نمیدانن. و اونایی هم که میگن ما مسلمان هستیم فقط به ظاهر مسلمانن، اسمشون مسلمان است، از اسلام چیزی اطلاعی ندارن. این احصایه یعنی سال 2000 هست. شما مثلا در 2050 کسانی که در 2000 بودن اگر به همین منوال پیش بره کلا هویتشون رو از دست میدن. البته بعضی از جوامع حفظ کردن، به طور مثال بعضی از عرب ها، مصری ها مثلا، الجزایری ها، ترک ها مثلا، با وجودی که خیلی از اونها هم رفتن ذوب شدن در جوامع، اما هنوز بعضی از خانواده ها نسلا در نسل از 100 سال، 70 سال، 50 سال، 20 سال، 30 سال به این طرف حفظ کردن خودشون رو. به خاطرش حفظ کردن مدارس خاص، مراکز اسلامی خاص، مساجد خاص، زحمت کشیدن و تونستن که تا جای نسل آیندهشون رو حفظ بکنن. اما متاسفانه در بین بعضی از مسلمانان دیگر مانند مثلا افغان ها، ایرانی ها، یعنی شما ملاحظه میکنید که 2-3 نسل بعد کلا دین اصلا معنایی نداره در این خانواده ها. و این یکی از مشکلات است و دقیقاً دشمنم رو همین سرمایه گذاری میکنه، رو نسل های بعدی که اونها رو چگونه بتونه از دین منحرف بکنه. تشکر میکنم از عزیزانی که این سوالات رو فرستاده بودن و ما هم تا حد توان سعی میکنیم که پاسخ بدیم. یک سوال عجیبی کرده یکی از دوستان عزیز، میگه که در جای خوانده که محمد ابن عبدالوهاب معتقد به این است که آغاز نبوت از حضرت نوح علیه السلام است. این یک شبهه‌ای است که دشمنان
ذکر میکنن همچین چیزی در کتب محمد ابن عبدالوهاب وجود ندارد، بلکه آنچه که از لابلای کتاب‌های او برداشت شده، او در مورد پیامبران اولوالعزم صحبت میکند. پیامبران اولوالعزم رو که در قرآن کریم به نام اولوالعزم ذکر میشه، فاصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل، صبر کن امان گونه که پیامبران اولوالعزم صبر کردن. و بنابر رأی تعداد زیادی از علما، پیامبران اولوالعزم کیا هستند؟ محمد صلی الله علیه و سلم، نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام. اینا پیامبران اولوالعزم هستند. شروعشان از نوح علیه السلام میشه. منظور محمد ابن عبدالوهاب شروع پیامبران اولوالعزم از نوح علیه السلام هست، نه اینکه نبوت از نوح علیه السلام شروع شده باشه. به هر صورت این جواب شبهه‌ای که این عزیز ما برایشون ایجاد شده بود. من عذرخواهی میکنم، عزیزان زیادی تماس گرفتن در لابلای صحبت‌های من. از همین لحظه به بعد انشاءالله در خدمت شما عزیزان هستیم و دوستانی که تماس میگیرن رو خواهیم داشت. دوست عزیزی در اینجا نوشتن که تصوف شرک است، پیرپرستی شرک است. بله، تصوف شرک هست. این کلمه دقیق نیست دوستان عزیز. همه صوفی ها مشرک نیستن. در نزد خیلی از صوفی ها تصوف عبارت از زهد است، تقوا هست، ذکر الله سبحانه و تعالی است. این که همه متصوفش مشرک باشن این دقیق نیست. اما پیرپرستی شرک است. بله، یک نوع شرکی است که باید از او دوری کرد. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد انصاری بزرگوار، شب شما بخیر. شب شما بخیر، سلامت باشید. استاد انصاری عزیز، ما سه شنبه تماس گرفته بودیم در مورد گفتیم استقلال از صحبت کردیم و گفتیم که روز جمعه باید تماس بگیریم. بله. امروز دیگه جمعه است. روز سه شنبه استقلال بود استاد انصاری. وقتی امیر خان متقی صحبت میکرد، خب از امان الله خان یاد نمیکنه، از عبدالقاضی عبدالرحمن فرمانی یاد کرد، گفت که بالاخره به خاطر عقایدش او را اعدام کردن. حالا سوال ما ای بود استاد انصاری که خب این درست است، امان الله خان یک سلسله برطرف مشکلات داشت، ولی مخالفینی که زمان بودن هم گفتیم که زیاد صالح نبودن، یعنی وابسته بودن به یک ترتیب. شما ببینید اگر در زمان گیلانی ها بودن یا اگر مجددی ها بودن، مجددی را شما به یاد داریم که در جرگه سال 2013 تمام تلاشش این بود، فشارش برای جمهوری این بود در مورد جرگه که پیمان امنیتی با امریکا باید امضا شود. این یک نوع وابستگی خاندانا را نشان میده برای انگلیس و زمان. حتی در زمان در انتخابات 2019 استاد انصاری ما در کمپاینی بودیم، بعضی از جنرالای حکومت دکتر نجیب هم بودن، گفت که به شکل گفت در مورد ما تبلیغات میشه که ما هرچی عالم و ملا و مسلمان میدیم پول چرخی و پولیگون و زندان میکشتیم، ولی این طور نبود. ما علما داشتیم، شورای علما داشتیم، برطرف کسایی بودن غیر وابسته وطنی و فکر ملی، ما اینا رو مشکل نداشتیم. کسایی که وابسته بودن ما مشکل داشتیم. این مسئله را یک مقدار استاد انصاری در موردش صحبت بکنیم که من بشنوم. دو مسئله استاد انصاری این است که ما یک مشکل در افغانستان مسئله دو مسجد را داریم در فاصله نزدیک می باشد. همین از لحاظ مثلا در کابل در نزدیکی ما دو تا مسجد با فاصله 50 متری نماز در این مساجد میشه. و تو از یکی از دوستاش اینو گفتن در ولایت لوگر در یک کوچه دو تا قوم مسجد دارن و این دو تا قوم با دیگر مشکل دارن، به خاطر تفاوت ایجاد میکنن. دیگه امیر بر ما استاد انصاری بزرگوار یک مقدار واضح بسازیم که چطور میشه این مسائل. باش، چشم، در این مورد صحبت میکنم. تشکر. چشم شما دی بالا استاد. دوستان عزیز، در مورد علما در هر دوره و زمان
من در یک از برنامه صحبت کردم، مفصل در این مورد صحبت کردم و باز همون صحبت ها رو مجبورم تکرار بکنم. اینکه کمونیست‌ها گفتن که والا ما با همه علما کار نداشتیم، با اونایی کار داشتیم که وابسته بودن. بالعکس، اونا با علمایی کار داشتن که آزاد بودن. علمایی که وابسته به خودشان بودن با اونا کار نداشتن. یعنی مثلا شؤون اسلامی درست کرده بودن کمونیستا. شما تصور بکنید ملایی از ملاها رو که من شخصا میشناسمش، الله متعالی سر تقصیراتش بگذره، مرده حالا، روزی که نور محمد ترکی، شما تصور بکنید نور محمد ترکی آمد قدرت رو به دست گرفت، کودتای 7 ثور رخ داد و بعد از اون که قتل عام و وحشت و بربریت که دیگه یعنی هنوز دیر نشده، خیلی از بزرگواران ما، پدران و اجداد ما هستن که در این مورد شاهدان عینی بودن. این آقا رفته بود سر منبر در مسجد جامع، گفته بود نور محمد نور محمد است، حکومتش هم خلافت عمری است. بعد یکی از فرماندان مجاهدین برده بود، خب یک کتک مفصل بهش زده بود و مثل این تو ملاها رو کار نداشتن. بعد اینا بودن اعضای شؤون اسلامی، یک مؤسسه درست کرده بودن به نام شؤون اسلامی، ملاهایی که هم فکر خودشان بودن یا ملاهایی که اما غمشون پول بود. حالا این پول از طرف فرعون میاد، نمرود میاد، شداد میاد، برایشون مهم نبود. پول بهشون بده خلاص، برای آیت و حدیث میخوانن. امروز مثلا در تاجیکستان میبینیم همین گونه ملاها هست، در زمان کمونیستا بود، در زمان جمهوریت هم ملاهای آمریکایی بودن، در کنار حکومت با عمامه و عبا و قبا مشروعیت میبخشیدن به این حکومت. مشکل امت اسلامی از کجا شروع شد؟ مشکل از اونجا شروع شد که خلفا، امرا و حکومت‌ها می آمدن مشروعیت خودشان را از مسجد و از امام مسجد می گرفتن. قضیه شد برعکس. بعد از استعمار تقریبا در حدود 100-120 سال پیش به این طرف این پروسه شروع شد و تا الان هم ادامه داره. علما و مساجد شدن تابع حکومت. مسجد و ملا و عالم دین مشروعیت خودش را از دولت میگیره. اگر عضو وزارت شؤون اسلامی بود، عضو دولت بود، امام مسجد میشه، عالم میشه، شورای علما شده یک مؤسسه دولتی، دارالافتاء شده یک مؤسسه دولتی، امر به معروف شده یک مؤسسه دولتی. موقعی که این مشکل در جامعه مسلمان ها ایجاد شد، اینجا بود که علما جایگاهشون را از دست دادن، مساجد و مدارس جایگاهشون را از دست دادن. در طول تاریخ شما ببینید که همیشه حکومت ها به دنبال علما بودن که علما اونها رو تایید بکنن، چون مشروعیت حکومت رو علما میدادن. به طور مثال چرا عباسی ها این همه به دنبال امام ابو حنیفه بودن که امام ابو حنیفه باید قاضی القضات بشه؟ چرا؟ چون میدونستن که امام ابو حنیفه اگر این وظیفه دولتی رو قبول میکرد، به این معنی بود که این حکومت مورد تایید امام ابو حنیفه است. نه اینکه حکومت ها مورد تایید امامان نبودن، ملاحظات داشتن روی این. منتها وقتی که شما کارمند دولت شدی دیگه نمیتونی انتقاد بکنی. الان شما مثلا کارمند وزارت تعلیم و تربیه هستی، کارمند دانشگاه هستی، کارمند وزارت راهسازی، هر وزارت خانی، اگر شروع کنی به انتقاد کردن، تو رو از کار برکنار میکنن، معاشت هم قطع میکنن. این طبیعت همه حکومت هاست. پس وقتی که امام ابو حنیفه در حکومت نبود، میتونست که از حکومت انتقاد بکنه، میتونست حکومت رو امر معروف و نهی از منکر بکنه، اما وقتی داخل حکومت میرفت دیگه زبانش بسته میشد، چون خودش هم جزء حکومت شده بود. امام احمد به همین شکل، امام شافعی به همین شکل، امام مالک به همین شکل. و در طول تاریخ ببینید تعداد زیادی از علما و بزرگوارانی بودن که وارد حکومت ها نشدن، اما همونا رو حکومت ها ول نکردن، به دنبال اونها بودن که اینها رو به شکلی بکشانن. چرا؟ چون مشروعیتشان را حکومت ها و امرا و خلفا از علما می گرفتن.
وقتی که جایگاه عوض شد، مسجد شد یک ارگان دولتی. الان در خیلی از کشورها امام و خطیب اجازه نداره خطبه جمعه بخوانه از پیش خودش. شب جمعه خطبه جمعه از طرف وزارت شؤون اسلامی فرستاده میشه به واتساپش. ایشان فقط باید همون نصی رو بخوانه که در این مسیج آمده است. خارج از اون نمیتونه صحبت بکنه. یک کلمه خارج بگه از کار برکنار میشه. سابق ملا نمیترسید از این که از کار برکنار میشه، نمیترسید از این که جایگاهش رو از دست میده، چون که ملا رو مردم تعیین میکردن. مردم پشت ملا بودن. ملا بود که اگر مردم رو یک حرف میزد کل ملت بلند میشد پشت سرش. حقوق هم نمیگرفت از دولت و ملا خودش کار میکرد. ملا تاجر بود، ملا فروشنده بود، ملا کسب کار بود، ملا کارهای صنعتی میکرد. عالم بودن وظیفه نبود. مثلا امروز از طرف میپرسی سلام علیکم جناب مولا یوسف، جناب شریف، شما شغل شریف شما چی است؟ والا من امام خطیب مسجد هستم. امام خطیب مسجد که شغل نیست، یک واجب است، وظیفه است. بعضی میگن خب حالا این امام مسجد شد یعنی نان از کجا بخوره؟ خب 24 ساعت که در مسجد کار نمیکنه. امام مسجد میتونه مدرس باشه، امام مسجد میتونه معلم باشه، امام مسجد حتی میتونه سبزی فروش باشه، میتونه دکاندار باشه، میتونه کارگر باشه. در خیلی از کشورهای اسلامی است امام مسجد نمازشو میده، بعد از نماز میره سر کار و زندگیش میره. اما متاسفانه در جوامع ما طوری تنظیم کرده بودن که ملا باید بیکارترین و بیکارترین فرد جامعه باشه، هیچ سودی به حال مردم نداشته باشه، غیر از این که منتظر این است که کی بمیره که بره سر قبرش فاتحه بخونه یا ختم قرآن بکنه. در طول تاریخ اینا به عنوان وظیفه نبوده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پارچه فروش بوده، بزاز بوده. اولین بورسیه تحصیلی رو امام ابو حنیفه به شاگردانش میده که بعد از اون رواج میشه در کشورهای اسلامی. چطور؟ امام پول داشت، آدم ثروتمند و پولداری بود. یکی از شاگردانش کار میکرد، مدتی از درس غایب بود، رفت پرسیدن که کجاست، گفتن که والا جای کار میکنه. رفت پیش پدر مادرش گفت خب این فرزند شما چرا نمیاد درس؟ گفت زندگی ما رو میچرخانه، ماهانه مثلا 2 دینار حقوقش هست، بر اساس همون 2 دینار ما زندگیمون رو تنظیم کردیم. گفت من به شما 4 دینار میدم بیاد سر درس و مدرسه. و بعد از اون شخص میشه یکی از ائمه بزرگ مذهب حنفی. یعنی امام در حدی بود که به شاگردانش بورسیه میداد، یعنی خرج و مصرف و لیلیه و خوابگاه و به اصطلاح اینا شاگردانش رو میداد که اونها محتاج نباشن. هر عالمی یک عرفه‌ای داشت. اما نه، وقتی که عالم‌ها حکومتی شدن، هر حکومتی از عالم‌ها به نفع خودش به خاطر مشروعیت دینی دادن به حکومتشون از علما استفاده ابزاری کردن. و این بدبختی است که متاسفانه در افغانستان و در همه جوامع بود. این که دوست عزیزمون فرمودن که امان الله خان و غیر امان الله خان، ببینید همه مشکلات جوامع اسلامی برمیگرده به همین قضیه. امان الله خان خیلی بزرگتر از این چیزایی است که ما فکر میکنیم که یک شخصی بود حالا آمد و استقلال رو گرفت و بعد از اون آمد مثلا مردم میگن افکار مثلا آزاد داشت و مثلا حجاب آمد، کشف صورت رو، کشف حجاب رو به اصطلاح در جامعه میخواست که پیاده بکنه. نه، قضیه از این بزرگتر بود. در اون دوره بعد از سال 1917 و 18 بعد از سقوط عملی خلافت اسلامی و اینکه خیلی از کشورهای اسلامی به اشغال استعمارگران غربی افتادن، یک پروسه شروع شد برای تغریب، برای نشر فرهنگ غربی، برای دور کردن مردم از فرهنگ اسلامی. مثلا در ترکیه، در ایران، در افغانستان. ببینید اینا همه همزمان بودن. مثلا آمدن آتاتورک در ترکیه، رضاخان در ایران، امان الله خان در افغانستان، محمد علی جنا در هند و پاکستان، همه اینها تقریبا در 1-2 دهه با هم دیگه زیاد فرقی ندارن. اینا همه یک برنامه‌ای بودن که طبق این برنامه باید این کشورها فرهنگ اسلامیشون عوض میشد، زبان عربی باید حذف میشد،
بی‌حجابی، فسق، فجور باید در جامعه رایج میشد. در بعضی از کشورها موفق شدن مانند ایران، ترکیه، در الجزایر، در تونس، در مصر، در خیلی از کشورها موفق شدن. در بعضی از کشورها مانند افغانستان اینجا ناکام شدن. امان الله خان یک پروسه غربی بود، یک پروسه ماسونی بود، یک پروسه یهود و نصارا بود در افغانستان، به خاطر کشاندن مردم نه به طرف تمدن. امروز خیلی از کشورهایی هستن که باور کنید از اروپا متمدن تر هستن، اما مردمشون، زناشون با حجاب هستن، مردمشون دیندار هستن، ملتزم هستن. مالزی، عربستان، خیلی کشورها. حکومت ها رو کار نداریم، مردم رو میگیم. اما اونا طوری برای مردم میومدن وانمود میکردن که ترقی و پیشرفت در این است که باید طرف بی حجاب باشه، زنش مینی ژوب بپوشه، سرش لخت باشه، ریش و سیبیلش تراشیده باشه، پس این میشه انسان پیشرفته و انسان مترقی. نه، اینطوری نبود. این بدبختی بود که متاسفانه ایجاد کردن در جامعه اسلامی. بیننده نوشتن که معنی بیعت رو آخر نگفتی که عهد و پیمان. والا چند بار گفتیم عهد و پیمان، شما شاید دقیق متوجه نشدید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد بزرگوار. علیکم السلام. سلامت باشید. تشکر که به زنگ ما جواب دادی. زنده باشید، سلامت باشید. تشکر. زنده باشی استاد. شاید آخرین دفعه باشه من تماس براتون گرفتم و دیگه از این بابت جو از هفته نو در کشور زندگی خواهد کردیم که دوجه یک کشور به نام اسلامی، دوجه نه حدیث گفته میتونی، نه آیه قرآن گفته میتونی، چیز گفته نمیتونی. و او چیزی که شما گفتین استاد بزرگوار او دقیق است. من میخوایم استاد از یک وضعیت برای شما بگویم که در نگاه اول بسیار ساده به نظر میرسه، مگر در واقعیت این نکات مهم است که در جامعه ما شما وجود داره. برخی از وطندارای ما شما زمانی که در وطن بودن حاجتشان از زیارت ها میخواستن، دندانشان در زیارت ها میخ میکردن، موی سرشان در زیارت ها یا آتش میزدن یا در میدادن، تکه بسته میکردن جنده گفته و همین مشوره و راهنمایی خود از تاویز نویس ها میگرفتن که حتی بعضشان متاسفانه برای ناموسشان تجاوز کرد. اما وقتی که همین سریال های مزخرف ترکی را تلویزیون ها پخش کرد و در خانه تلویزیون آمد سریال های مزخرف ترکی شرایط فکری مردم تغییر داد و مردم به این نتیجه رسید که همین زمین های خود بفروشن، همین زمین و باغ که داره نمیره سودا بکنن، افغانستان را ترک بکنن. و بسیاری از ما وقتی که وطن را ترک کردن مسیرشان افتاد دیگرگون میشه و به ملحدین میپیوستن که امروز ما شما میبینیم که طلاق‌های آسان بدون ملاحظه که بنیان‌های خانواده را از بین میبره، مصرف شراب و دیگر گناهایی که پیش از مهاجرت کمتر به چشم دیده میشد، ادعای وطن پرستی دروغی که در ظاهر وطن پرست اما در عمل کلش یک چیز خیالی است، فقط اسلام با نشان است. گیریشان فقط یک احساس ابزار است به خاطر احساسات مردم، کلش دروغ است. این فقط برای ما یک تجربه میده که ایمان و اخلاق اگر ریشه دار باشه حتی در محیط امن و جایی که اصلا آشنا نباشه اوج اصلا چی میشه، یعنی ایمان ضعیف در هر جایی که باشه و یک کمی که تغییرات آمد تو از بین میره. وقتی که ایمان از ابتدا محکم بود تو از ابتدا به زیارت توکل نمیکردی، دندانت میخ نمیکردی. امروز که تو در اروپا سی در هر جای کستی تو به این حالت نمیکشیدی، جامعه را از دست دادی، خانواده از دست دادی، فرزندت از دست دادی، زبانت از دست دادی، رویتت از دست دادی، دینت از دست دادی، همه چیزت از دست دادی. استاد عزیز من الحمدلله دیجا به این نتیجه رسیدم که دیگر من زندگی نکنم. فقط استاد عزیز به مردمایی که تصمیم دارن که جدا شون آزادی بهش از حد به اولادشان بدن، بین اینا شما عاقبتش بفهمانید، چون ما از اینا انسانای عقب مانده هستیم که تازه وطن ترک کردیم، ما چیزی نمیفهمیم. اینا از ما که پیشتر آمدن اینها بسیار چیزایی را میفهمن و ما باید اینا را گوش بکنیم. شما رسانه در دستتان است استاد عزیز،
شما همیشه وقت این موضوعات دامن بزنید، علما را بخواین، یک فتوا در اقل باشه برای مردم که در افغانستان است. رفتن به کشورها مطلقا حرام است. شما را از همه چیز منحرف میسازد. استاد عزیز، ما نمیفهم تفهمم که 80% از 90% از ولی بیشتر مردم اینجا آمدن و ترک دین کردن، مطلق ترک دین کردن. اینا عاقبت از اینا را که میخواین طلاق بدن، خانمایشان میخواین طلاق بدن، عاقبتش سخت برای از اینا بگو استاد. تماس آخر از کشور میریم که دیگه نمیتونم برای تو تماس بگیریم، چون در اون کشور تو هیچ چیز گفتن نمیتونی. موفق سلامت باشی استاد. از زحمتایی که کشیدی به خاطر بلدین، از نصیحتایی که کردی استاد عزیز، از همه موضوعات که استاد تینا بیان کردی، سخن از خودت نبود و فقط سخنای پیامبر و سخن خدا را یک بازگویی کردی. از همش ما استاد تشکری میکنیم و هیچ عالم ما را باز زحمتایشان نادیده نمیگیریم. که پای علمای ماستیم. موفق باشی استاد عزیز. استاد تماج میکنم. سلامت باشی. یک دعا بکنیم در حق ما که خداوند دیگه سگ ما را این طرف ها موجود نسازه. آمین آمین. سلامت باشیم برادر عزیز. الله متعال سعادت دنیا و آخرت نصیبتان کنه. تشکر. دواشی استاد عزیز. من یک دوست عزیزی دارم، آدم خیلی دیندار، 25-30 سال در اروپا زندگی کرد. انسانی بود که به اندازه شب و روز زحمت میکشید و آدمی بی پولم نبود. واقعا وضع مالیش هم خیلی خوب بود و فرزندانش رو در مدارس دینی تربیت کرد. فرزند بزرگش تصور بکنید حافظ کل قرآن کریم است و همه فرزندان دختر و پسرش رو در درس‌های دینی، در مدارس دینی و به اشکال مختلف، حتی مثلا در بعضی کشورها که شنا کردن یا به اصطلاح افغانی ها بازی کردن دخترها و پسرها در مدارس است، به روش‌های مختلف این رو جلویش رو گرفت. مثلا حتی ببینید مثلا گزارشی از دکتر آماده کردن که کلور یا اینا اساسیت داره بدنش و دخترش رو نذاشت مثلا بره در. خیلی زحمت کشید. یعنی من دوستم بود، میدونستم که چقدر داره به خاطر تربیت فرزندانش و خانوادهش زحمت میکشه. همسرش محجبه، دیندار، نمازخوان. بعد از 20-25 سال زندگی در اونجا، امروز یک تک و تنها اون کشور رو ترک کرد و با یک خاطره تلخ، با یک درد جانکاه، خانمش، فرزندانش همش ازش جدا شدن. نه اینکه مثلا بشینن باش بگن که ما از تو جدا میشیم فلان اینا. یک شبی اومد خونه، هیچ کس نیست، هیچ کس نیست. رفتن خانوادهش به حکومت سوسیال میگن چی میگن اونجا پناه بردن و گفتن که ما با این انسان نمیتونیم زندگی بکنیم. شما تصور کنید طرف به حد دیوانگی رسیده بود که وارد خونه میشم میگه از هر گوشه خانه صدای فرزندانم رو میشنوم. این عاقبت غرب است. یا این گونه خانواده‌تون رو از دست میدید یا به شکل دیگر یکی یکی جدا میشن. خانواده دیگری رو میشناسم که طرف دکترا در شریعت داره، امام مسجد، عالم دین، پسر بزرگش رفته زن بودایی گرفته، مشرک، بودایی مشرک، نه نماز میخوانه، نه روزه میگیره، نه خدا پیغمبر رو میشناسه، نه پدر و مادرش رو میشناسه، ولشون کرده رفته. دخترش همچنان. فمثل این ده ها هزارا و شاید ده ها هزار و صدها هزار نمونه باشه. اولا خانواده های ما و ملت ما، فارسی زبانان ما عموما، تاجیک، افغان، ایرانی، با فرهنگ دینی آشنا نیستیم. ظاهر دینی داریم. به قول یکی از علما میگفت فارس ها منافقن، منافق عملی هن.
تظاهر به دینداری میکنن و این واقعیت است. یعنی ببینی خودش رو در بیرون خیلی انسان مسلمان و دیندار جلوه میزنه، اما در داخل خانه شداد ابن نمرود است. این تظاهر یک نوع نفاق عملی است. نفاق اعتقادی که خارج از ملت باشه، خارج از دین باشه، نه، نفاق عملی است. و متاسفانه مردم ما بیشتر گرفتار این موضوع هستن. همیشه بیرون تظاهر میکنن که زندگیشون خوب است، روابط زن و شوهر خوب است، رفتارشون با بچه‌هاشون خوب است، اما داخل خانه چیز دیگری است. در امور دینداری هم همینطور. طرف چاره به شرعی است، اما بیرون خودش رو ملا و داملا و آخوند جا میزنه. ملت‌های ما از دین بیگانن، ظواهر دین رو بیشتر گرفتن. ما اکثرا مسلمانای شناسنامه‌ای هستیم، مسلمان اعتقادی نیستیم. مثلا فرق بین یک خانواده مسلمان افغانی که میره در اروپا و بین یک آلمانی بریتانیایی که قرآن رو مطالعه کرده، دین رو سالها مطالعه کرده و مسلمان شده، فرق زمین تا آسمان است. به خاطر همین زندگی کردن در اونجا عاقبتش همین است: جدایی زن، جدایی فرزندان، طلاق، مشکلات و احصایه‌ای که رسمی، یعنی یک مراکزی که مورد مطالعه قرار میدن وضعیت مهاجرین رو در کشورهای اروپایی، اونا این احصایه رو نشر کردن که یعنی کسانی که 100 سال پیش رفتن در اروپا و آمریکا، امروزه یک نفرشون هم مسلمان نمانده. و کسانی که 20 سال 25 سال پیش رفتن، نصف خانواده ها دین رو، یعنی این نیست که حتما مسیحی شده باشن. بعضی فکر میکنن که دین رو ترک کردن به معنی این است که رفتن مسیحی شدن، یهودی شدن. نه، اصلا اسمش از احمد و محمد و محمود و مقصود، اما از دین هیچ خبری نداره. و این مشکلی است که عزیزان قبل از اینکه کارت به استخوان برسه باید در موردش فکر بکنن، فکر آینده رو بکنن، فکر فرزندانشون رو بکنن. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. استاد عزیز، میخواستم درباره پیامبر مبارکمون محمد صلی الله علیه و سلم صحبت کنم. بفرمایید. به نزدیکی یک کتابی را از یک عالم انگلیس خواندم. در آنجا عالم مایکل هارت نام دارد. در آنجا آن عالم در 100 آدم بزرگ را در تاریخ انسان درباره آنها صحبت کرده است و در آنجا در زیمه اول پیامبر مبارکمون محمد صلی الله علیه و سلم را گذاشتن و اون از نقطه نظر علمی در آن کتاب صحبت میکند و به چه نتیجه زندگی پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم و چه نتیجه ها آورده رسانیده است. و یکی از شرط های دین ما نیز این است که ما باید از خود، از پدر و مادر دیده خداوند و پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم را زیادتر دوست داریم. اما سوال من این است که ما چگونه میتوانیم که مهر پیامبر خدا را در دل زیادتر کنیم؟ آیا فقط از توسط اجرا کردن سنت های پیامبر، از خواندن درباره آن مقصدها، آن چیزهایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در زندگی به اون نتیجه ها رسیدن، چه چیزها را از دست دادن و چگونه انسان‌های بزرگ را تربیت کردن به مثل خالد ابن ولید، عمر ابن الخطاب، ابوبکر صدیق و این انسان‌های بزرگ. و در حقیقت بسیار در این باره فکر میکنم و نمیدونم که تنها از اجرا کردن سنت های پیامبر درباره خواندن و چگونه با میتوانیم که مهر پیامبر رو در دل زیاد کنیم و با گفته‌های ایشان عمل کنیم. سپاسی به پیان استاد عزیز برای
تمام کارهایی که برای دین و برای ما امتی پیامبر صلی الله علیه و میکنیم. سلامت باشید. تشکر از شما برادر است. اولا اطاعت الله و اطاعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جز واجبات دین است. الله سبحانه و تعالی به ما امر میکنه که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، از الله و رسول اطاعت بکنید. و الله متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. ای مؤمنین اطاعت بکنید از الله و از رسول الله و بر نگردید وقتی که میشنوید. شما بر نگردید وقتی میشنوید. خب این آیه خطاب به صحابه بود که مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم در اثنای صحبت بودن، بعضیا نمیفهمیدن این ادب رفتار با پیامبر، چون قرآن و سنت انسانها را تربیت کرد. پیامبر یک نسلی رو 23 سال زحمت کشید. مثلا کودکی که در زمان سال اول بعثت به دنیا آمده بود، روزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فوت کرد 23 ساله بود. یعنی یک نسلی رو تربیت کردن. این نسل رو چطور تربیت کردن؟ لحظه به لحظه، قدم به قدم، ثانیه به ثانیه، در همه مراحل زندگی. اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت از الله است. چرا؟ چون الله متعال خودش میفرماید پیامبرش رو تزکیه میکنه. پیامبر رو در همه امورش تزکیه میکنه. فکر پیامبر رو، عقل پیامبر رو. ما ضل صاحبكم ولا غوا. پیامبر صلی الله علیه و سلم گمراه نشده، فریب نخورده. و ما ینطق عن الهوى این هو الا وحی یوحى. پیامبر از هوا و هوس سخن نمیگه. هر چی که میگه از چی است؟ وحی الهی است. الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم رو، همه وجودش رو، روح و روانش رو برای ما تزکیه کرده. بعد از اون میگه و من یطع الرسول فقد اطاع الله. کسی که رسول رو اطاعت میکنه الله رو اطاعت کرده، چون که آنچه که رسول از اوامر و نواهی فرموده از پیش خودش نگفته. این هو الا وحی یوحى. آنچه که گفته به پیامبر صلی الله علیه و سلم از طرف الله سبحانه و تعالی وحی شده. چگونه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو پیروی بکنیم؟ بعضیا فکر میکنن که پیروی رسول الله صلی الله یا محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم این است که روز عید میلاد پیامبر که شد جمع بشیم، ترانه بخوانیم، نشید بخوانیم، سرود بخوانیم، نعت بخوانیم، یا رسول الله یا رسول الله. یا بیاییم مثلا در اوقات مختلف در مراسم ویژه‌ای که برگزار میشه اظهار یک عواطف و احساسات بکنین نسبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم. فکر میکنن که محبت پیامبر امین است. امروز دو تا رفیق وقتی همدیگر رو دوست داشته باشن سعی میکنن از عادات و تقالید همدیگر پیروی بکنن. یک دختر و پسری که همدیگر رو دوست داشته باشن یا به قول معروف عاشق همدیگر باشن سعی میکنن از عادات و تقالید همدیگه پیروی بکنن. و کسی که ادعای محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو داره و از سنت او پیروی نمیکنه، از دستورات او پیروی نمیکنه، این انسان دروغگوست. ان المحب لمن یحب مطاع. کسی که کسی رو دوست داشته باشه از او اطاعت میکنه، از او پیروی میکنه. الله متعال این رو خیلی زیبا برای ما در سوره آل عمران آیه 31 میفرماید که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. بگو ای محمد به بندگان من اگر واقعا الله رو دوست دارید از من محمد پیروی بکنید. اگر شما در محبتتون نسبت به الله متعال صادق هستید باید از محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیروی بکنید. یحببکم الله، تا که الله شما رو دوست بدارد.
و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. کسانی که ادعای محبت الله و رسول رو میکنن باید از اونها پیروی بکنن. بعضی چی میگن؟ قلبت پاک باشد، قلبت پاک باشد. دیگه طرف رو ببین در روز عید میلاد پیامبر مثلا نشسته، یا رسول الله میگه، گشکاش جاری از گریه میکنه، ریش تراشیده. به یکیشون گفتم تو پیامبر رو واقعا دوست داری؟ واقعا دوست دارم. اگر واقعا پیامبر رو دوست داری، روز قیامت با همین ریشت پیش پیامبر ظاهر بشی، خجالت نمیکشی که به ریش پیامبر نگاه بکنی و ادعای محبت پیامبر رو هم بکنی اما سنتش رو ترک کرده باشی؟ چگونه میگی که من رسول الله رو دوست دارم و سنت ظاهری که علامت ویژه رسول الله صلی الله علیه و سلم است و امر ایشان هست از او سرپیچی کردی؟ این مثلا همسرت زنگ بهت بزنه بگه خونه اومدی، مثلا 2 تا نون بردار بیار یا 2 تا نان همراه خودت بیار. خونه اومدی بگی که والا نیاوردم، نخواستم بیارم. چگونه باید رفتار میکنه؟ الان میگه که الله و رسول رو دوست داره اما از سنتش پیروی نمیکنه. حتی از سنت پیامبر خجالت میکشن بعضیا. از ریش گذاشتن خجالت میکشن، از حجاب خجالت میکشن بعضی از خواهران. باور بکنید در جوامعی که در اونجا کسانی که پیروی سنت میکنن کم هستن، کسانی که با حجاب هستن کم هستن، مثلا در کشورهای کفری، اظهار کردن سنت در اونجا لذت دیگری داره. واقعا در جامعه‌ای که در اونجاست، در بین مردم، مثلا در افغانستان که همه ریش دارن، دزدم ریش داره، زناکارم ریش داره، متاسفانه. و این یکی از سیاست‌های غلطی است که امارت اسلامی که هر کس رو مجبور بکن ریش بگذار. ریش باید بر اساس تقوا و پرهیزگاری باشه. ریش باید عبادت باشه نه عادت. متاسفانه عادت شده، طرف انقدر ریش داره شب تا صبح قمار میزنه، زنا میکنه، شراب میخوره اما ریش هم داره. فرقش با یک عالم و دعوتگر ریش نمیشه کرد. اصلا در بعضی از کشورها ریش داشتن علامت دینداری است، اما در بعضی از کشورها عادت است. پس پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نشانه محبت رسول الله است. و هر وقت که در درونتان این احساس بهتون دست داد که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو از پدرتان، مادرتان، همسرتان و فرزندتان بیشتر دوست دارید، اون موقع شما مؤمن واقعی هستید. این یک میزان است، این یک ترازو است و این ترازو رو هم محمد انصاری تعیین نکرده، خود رسول الله صلی الله علیه و سلم به روایت صحیح بخاری است. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده. ایمان ندارد یکی از شما تا وقتی که من، یعنی من محمد صلی الله علیه و سلم، در نزد او از پدرش و از فرزندش و الناس اجمعین و از همه مردم محبوب تر باشم. دیگه لازم نیست که ما فلسفه بگیم در این زمینه. هر کدومتون بشینید خودتون رو بسنجید. هر کدومتون میخواید خودتون رو بسنجید و این میزان رو جلوی خودتون قرار بدید و بعد از اون ببینید که آیا واقعا در ایمانتون صادق هستید یا نه. مثلا در یکی از آیات قرآن کریم براتون بیارم، خیلی مسئله رو جالب بیان میکنم. مثلا در سوره توبه آیه 24 دوستان اگر نشون بدن، قل، بگو ای محمد، بگو به مسلمان ها، ان کان آباؤکم، اگر پدرانتان، و ابناؤکم، و فرزندانتان، و اخوانکم، برادرانتان،
و ازواجکم و همسرانتان و عشیرتکم قوم و خویشتان و اموال اقترفتموها و این مالی که جمع کردید و تجارت تخشون کسادها و این تجارتی که از کسادش میترسید و مساکن ترضونها و این خانه هایی که آباد کردید احب الیکم من الله و رسوله محبوب تر هستند برای شما از الله و رسولش و جهاد فی سبیله و جهاد در راه الله سبحانه و تعالی فتربصوا منتظر باشید حتی یأتی الله بامره تا که الله سبحانه و تعالی اون کاری که باید بکنه انجام بده والله لا یهدی القوم الفاسقین و خداوند هدایت نمیکنه قوم فاسق رو. یعنی کسانی که پدرانشان و فرزندانشان و خانواده و تجارت و مال و دارایی خودشان رو از الله و رسول بیشتر دوست دارن اینا مؤمن نیستن، اینا فاسقن و اینا رو خدا هدایت نمیکنه. اون از میزانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث بیان کردن و این از میزانی که الله متعال در قرآن بیان میکنه. خودتون رو در این میزان بسنجید. آیا طرف حاضر است امروز به خاطر دین فرزندش رو قربانی بکنه؟ نه. آیا به خاطر دین رسول الله صلی الله علیه و سلم حاضر است از خونش بگذره، از مالش بگذره؟ از همش نه، از جزئی بگذره؟ نه. پس چرا به دروغ ادعا میکنید که الله و رسول رو بیشتر دوست دارید؟ این میزانی است که ما باید بر اساس اون خودمون رو بسنجیم، ایمان خودمون رو بسنجیم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر از برنامه زیباتون. سلامت باشید. مبارک میگم. سلامت باشید. خدا کنه که روز بزرگ و روز فرض عین همگی مسلمانان گرفته باشیم. سلامت باشید. دیگه استاد عزیز شما هم اوضاع الحمدلله مروزه برنامه تان میگم. متاسفانه که میبینیم بیشتر مملکت ما به طرف بالکل یک گمراهی بیرویی 180 درجه رو آمده. خصوصا بعد از آمدن طالبان بیخی مردم یک با خارج آمده واقعا. حالا هر کس به طرف گروه به طرف همون حالا از همه چیز که دسته بیرق پرستی به حوج خود رسیدگی، سامان الله خان پرستی، نجیب پرستی، حتی او ترکی و ملحدی دیگه به خاطر ازی که در زبانشان هست او ملحدی هست. امروز میگه شهید شده، حفیظ الله امین شهید شده. حیران میبونی چه همی ملت از چیه گفتی خود استاد عزیز که 80 با خدا 80% اسلام 90% در قلب زیاد جای نگرفته استاد. شما میشه پشته میده بالا مطالعه درجه عالی بهشت برای شما و برای شما برای شما نگاه سر یک مسئله از این که سال 106 سال روز آزادی افغانستان است. آزادی افغانستان از همون مراسم اجرا کنه که همون اسلام باشه، همون دین باشه. اگر جهاد ملت افغانستان که اگر زمان روس بود، اگر زمان انگلیس بود، اگر زمان امریکایی با خاطر رضای الله بود، نه به خاطر شخص و قوم و زبان. میروزی بدبختگی مردم میبینیم روز دیگه امریکا و کانادا سر جمع میکنن، مردم کنسرت میگیرن با یک زنی که 50-60 سال میخوانن، آواز ایوازی توبه کنن، بازو بیرق کمیان، سه رنگ در بدن خود میزنه، بازی بنام افغان بنام پشتون. ما بسیار افتخار میکنه که ما 5000 نفر جمع شدیم در یک سالون کلان در کانادا. چه رسوایی، چه بدبختی. اون ملت افغانستان چی شده؟ شما مریض هستید، به قرآن مریض هستید. جنگ، جدل، پلیس، رسوایی از کلش از زمین سالون میکشه. 5000 همه سر بیرق به سرانشان بسته کردگی، زن و مرد. شرم از برتان.
با قرآن که پشتونی رقم بیغیرت بوده باشه که امروز پشتون بیغیرت شده. تاجک امروز بیغیرت ترین مردم شده که امروز تاجک شده. یک ذره غیرت و شرم و ننگ و ناموس به خاطر اسلام داشته باشید. بعد زبان یک چیزی است که اون تفهیم و همون ضرورت روزمره اجرا میشه. نه اینکه امروز به طرف زبان و به طرف قوم امولا خان پشتون بیاره ثابت بسازه که امولا خان پشتون یاد داشت. بیاره پشتونه که امروز تعصب دارن، ترکی پرست شدن، نجیب پرست شدن، نور محمد البودیگه امولا خان پرست شدن. بیاره حاضر بسازه که امولا یک نقطه با همین پشتون یاد نداره. یا این خاندان پشتون یاد نداره. چرا شما دوست کشته اید؟ زن یک زن جنگ یک زن 60 70 سال 80 ساله زن سید و ایوز یکی توبه کنه، ایوز تفسیر کنه، ایوز این ملت افغانستان در چه حالت و در چه وضعیت است میرن در سالن بیرق‌ها سر افتخار دنگ اتن شما رقص در پارک یا رقص میکنن در مکتب. یا افغان‌ها شما را چه شده؟ با قرآن خدا غضب خدا سرتان نازل شده. این طالب نیست، غضب خدا و سر شما دیگر غضب نازل میشه. در این خارج امروز زنایتان از پیشان طلاق میشه، اولادایتان از پیشان میره. امروز اکثریت جوانایشان در زندان هستند به خاطر این اعمال بد ماست که از اسلام دور مونده. او برادر اول اسلام میگه نه پشتون و نه افغانیت. امروز افغان است و خاک به سر افغانیت و پشتونیزم و تاجیکی و چرا اسلام نمیگی؟ جمع میشن سر در پارک برو افغانا بیرق در شانه زدی رقص کنه. بخاطر چه رقص ده برادر؟ بخاطر چه خوشی دیگر؟ چه خوشی داره امروز اولاد جوان کنش درکی و بینا و گمراه و پخشا از دین از خیشش رفت تو اومدی هیچ رقص میکنی ما افغان از خاک در سر افغانیت. من به سر افغانیتی که اول دین نباشد او دو عقیده نباشد، دو خدا نباشد، رسول نباشد، قرآن نباشد، من به سر افغانیت این تو افغانیت ما قبول ندارم. در رستوران برو با اون قرآن و ساز ازی در رستوران برو که دیگه افغان اونوی جو باید قضا رقص میکنن. روی کل بی‌حیایی بی‌شرمی چرا کم پدرها مادرها داره شما؟ چرا کم شما تنگ نشده نسل جوان 20 ساله و 25 ساله یک ذره شرم و حیا داشته باشه. نام اسلام نام افغانیت شما در اروپا و امریکا و کانادا در زمین زده شما یک ذره خجالت بکشید. این کنسر چیزی که کنسر بود یک ذره زبی احمق فامیلی چی برای گوساله 20 سال میخوانه دقه شد خاک در سرتان امان الله خان غازی خاک در سر این مرتد کافر بی شرف آمد ملت افغانستان ناموسش بی‌عزت کرد، ناموسش بچ کرد. با شما پشتونا آمده که ما پشتون بودیم. پشتون کجا بود امولا خان از زند بود، یک پشتون بود. به ثابت بساز امولا خان خاندان علی محمدزی اکثرشان از زند آمده، یک پشتون یاد نداشتن. این با این اندازه تعصب و دشنام اگر یک نصیحت از قرآن میکنی او ما این زبان عربی داریم، ما اسلام عربی داریم، ما اسلام از خود داریم، ما خود فرهنگ افغانا 5000 سال پیش از افغانا این دور از افغان میشیم. الان چی رقم عادت است و ساز از اسم خدای نه یا ما دیگه قدر بی‌سواد و پیش واقعی مردم شده که همه چیز غیرت خدا را غیرت افغانی داشته باش، غیرت پشتونواری داشته باش. پشتون و تاج کرکس کسی زن چرا میگه رقص میگه در این کنسر چرا رقص میگه در این بیگانه را زن نامحرم چرا رقص میگه شما پشتونا شما تاج کرکس کسی بازگمی نخما پنشین میروه زکر میگه با بیدی کن بازگمی پشتونواری ها میرخیز از تمام جایی که پنشیرین نسل شنگلی نسل خاک دستر شما بغیرتایی غولدنگ ها بروسی که غولدنگ است افغانستان با قد رانده شما زنی تکه کردید. این روز آمده بنا پشتون و بنا پشتونواری و افغان زن ها رقص بده در میدان در همه جایی هستند در رقص و پایکوبیستن. چی ما افغان هستیم ما انگلیس شکست داده کجا شکست داده؟ ملت افغانستان مجاهدین افغانستان شکست داده نه شامل و نه اماش عیاش اتاتورک شاگرد اتاتورک کافر مرتد سکولر نه ای که مدد یا مثلا اشرف غنی شاه ما اهداف شاه الله خان آورد خام بسرت خبیث او خود برآورده ساختی یک روزی 600,000 نفری تسلیمش کردی خلاص افغانستان با خاکتون برابر که 600 برابر داشتی
علمی هم داده شد یا دخترش امانلو آمده ما اهداف پدرم اینجا برآورده در افغانستان چرا داشت پدر تو اهداف لوسندوچی و بیدینی و ملحدی و کافری رو داشت در افغانستان امانلو که من مقدر دیگه نداشته امروز ببینید که تمام نشست رقص رو ما آزادی گرفتیم آزادی شاه منداخان غازی کدام غازی ملت افغانستان بوده مجاهد افغانستان بوده نه اینکه شاه عیاشی که تمام سرمایه افغانستان از دزدی کرد بردش بازو رو میگه بچه سخا و دوست بود یک بچه سخا یک فقیر آدم نادان بیچاره چی بود آمد بدن حبیب الله خادم دین رسول الله چی از خود سرمایه داشت امروز ببین که این قصر دارالمان رو ببین از که از شاه الله قصر دارالمان در ننگرهار از که از الله در ایتالیا از که از الله کدام قصر دست چرا راست نمیگه چرا توهین میکنه چرا بد میگه چرا تحقیر میکنه امروز چرا ملت پرست و زبان پرست شده شما به افغانستان کلی سم دارن نه اینکه یک قوم خاص رو داشته باشد نه اینکه یک زبان خاص داشته باشد افغانستان پاکستان شد بعد بود پاکستان علاکی اول پاکستان سرطان بخوره پاکستان خانه دوم همی افغانای کجا بیچاره پاکستان برای ما جای داد مهاجرت های ما رو تا امروز 3-4 میلیون نفر در پاکستان زندگی میکنن چرا خودخواه و متکبر و گدا متکبر هستیم شو پاکستان امروز بعد میگه توهین میکنه تحقیر میکنه امروز یکی از این دفاع میکنه از این گو پرستای او کسایی که انگلیس آمد قدرت مسلمان ها را گرفت با رانگی داد مردم ما این هم تکلیف پیدا کرد استاد عزیز با خدا تکلیف روانی شدید در جایی که رقص ها رو در امریکا رقص میکنید دو برا برید اینجا وطن تو نیست اینجا به خاطر چه رقص میکنید مردم تو را به خاطر که اردوان امریکایی را شکست کجا شکست دادیم ما کجا شکست دادیم تشکر از شما برادر الله مطالب سن آدم با خدا خون گریان میکنه یک قدر اینجی میگوی هر چی میگه سر هیچ تاثیر نداره هر قدر بگو از بعد بدر شده رفت کرد الله المستعان نه اسلام رو قبول دارن الله متعال هدایت نصیب بکنه مرا استاد عزیز الله متعال به شما خیر و برکت فراوان نصیب سلامت بکنه باشین تشکر از شما بسیار زنده شکر باشین. نازنینتان الله تبارک و تعالی میباشیم در سلامت باشین. برنامه رو اگر نمیباشیم ما تکراریش میشنیم سلامت باشین. تشکر از شما زنده باشین. سلامت باشین. سلامت باشین. سلامت باشین. الله متعال حفظتان کن. تشکر از شما. بله ببینید من در یکی از برنامه ذکر کرده بودم که کسانی که نژاد پرست هستند فکر میکنن که قومی بر قوم دیگری برتری دارد از نظر زبانی، نژادی، قومی. اینها فرزندان ابلیس هستند. چرا؟ اولین نژاد پرست تاریخ بشریت ابلیس بود. الله متعال وقتی که آدم و حوا علیهم السلام را آفرید اذ قال ربک للملائکة انی خالق بشرا من طین، الله متعال وقتی که فرمود به ملائکه که من یک بشری رو از خاک می آفرینم فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، وقتی که من این رو آفریدم و خلق کردم شما بر او به سجده بیفتید. فسجد الملائکة كلهم اجمعین، همه ملائکه سجده کردند الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین، مگر ابلیس که تکبر کرد. یکی از اسباب نجات پرستی تکبر است. من بهتر هستم، ما 5000 سال تاریخ داریم، ما نژاد ایرانی هستیم، ما پشتون هستیم، ما ترک هستیم، ما فلان هستیم، ما این هستیم، ما اون هستیم. دلیلش چی بود؟ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، چیزی سبب شد که تو سجده نکنی به این بشری که من به دست خودم او را خلق کردم. الله متعال میفرماید استکبرت ام کنت من العالین، تو متکبر شدی یا کلانکار شدی یا جمله خودتو بالا میدانی از بقیه؟ جوابش چی بود؟ دقیقاً جوابی که نجات پرستای امروز میگن.
ما چون که ما 5000 سال تاریخ داریم، 2500 سال تاریخ داریم، ما این داریم، ما اون داریم، ما از بقیه بشر برتریم. قال انا خیر منه، گفت من از او برترم، بهترم. خلقتنی من نار و خلقته من طین، من را از آتش آفریدی، او را از خاک آفریدی. پس چون که من از آتش آفریده شدم، آتش بر خاک برتری دارد. امروز منطق نژاد پرستای امروز هم همین است. اما معیار برتری در اسلام چی است؟ تقوا هست، پرهیزگاری است. هر کسی که میخواد باشه، اون سیاه پوست که مثل زغال هست در آفریقا، متقی و پرهیزگار باشه، در نزد الله متعال از همه بشریت بالاتر است. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما در نزد الله متعال با تقواترین شماست. تشکر میکنیم از بینندگان عزیز. عزیزی پیام فرستاده بودن که شوهرشون هر موقعی که با ایشان جنگ میکند میگوید برو از خانه‌ام بیرون. خواهری نوشتن برو از خانه‌ام بیرون. آیا این طلاق میشود؟ لطفاً راهنمایی کنید. اگر به نیت طلاق گفته باشه و هدفش هم طلاق باشه که برو دیگه خانه نه، برو طلاق هستی، طلاق میشه. بله طلاق میشه. اما بعضیا این مثل یک تکیه کلام براشون شده. یک مشکلی که پیش آمد، برو از خانم بیرون، برو از زندگیم بیرون، برو از خونم بیرون. خطاب من به این خواهر نیست، خطاب من به اون مردهایی است که همچین یک عادتی رو دارن. طبق قرآن و حدیث شما ای مرد، به مردها میگم این رو، میری یک خانه میخری، یک عمر زحمت میکشی، کار میکنی، قرض میکنی، میری یک خانه میخری، بعد میری مهر میدی، خرج عروسی میدی، با یک خانمی ازدواج میکنی، او رو میاری در خانه، در خانه ات، خانه‌ای که خودت خریدی. این خانه رو الله و رسولش میگه خانه اوست، یعنی خانه همسرت هست، خانه زن است، خانه تو نیست. بله یک واقعیت است. خانه رو شما خریدید اما خانه شما نیست، خانه همسرتان است. تا وقتی که در عقد نکاح شما هست، حتی بعد از اینکه طلاقش هم میدهید، حتی بعد از اینکه طلاق میدهید، حق نداری از خانه او رو بیرون بکنی. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید لا تخرجوهن من بیوتهن. طلاق صورت گرفت، زن تو طلاق دادی، یک مشکلی پیش آمد، طلاق دادی. الله متعال میفرماید لا تخرجوهن من بیوتهن، آنها را از خانه هایشان خارج نکنید. عجیب است. خانه رو من بخرم، پولش رو من بدم، بعدش مهرم بدم، عروسی هم بکنم، خرج عروسی هم بدم، بعد طلاقم که دادم حق ندارم از خانه بیرون بکنم. سمعا و طاعه، آنچه که الله متعال میگه با چشم و گوش انسان باید قبول بکنه. حق نداری در مقابل فرمان الله بگی چرا. گفته لا تخرجوهن من بیوتهن، آنها را از خانه هایشان خارج نکنید. امر الله متعال است. امروز مردای بی غیرتی هستن که کجا که مشکل بیرون، برو گمش از خانه بیرون. کجا بره؟ در سوره یوسف علیه السلام، در سوره یوسف، در جریان زلیخا همسر عزیز مصر و یوسف علیه السلام، در اونجا چی میگه؟ و راودته التي هو فی بیتها عن نفسه، و آن زنی که در خانه خودش بود، نگفت خانه عزیز مصر، گفت در خانه خودش، خانه خود زلیخا.
سعی کرد که او رو به طرف خودش بکشانه. ببینید نمیگه خانه عزیز مصر، میگه خانه زلیخا، در حالی که خانه اون قصر از زلیخا نیست، از عزیز مصر است. در آیه 33 سوره احزاب وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی، الله متعال میفرماید در خانه های خودتان بنشینید و مانند زمان جاهلیت خارج نشوید. بعضیا برداشت کردن که زن همیشه باید در خانه بشینه، در هم سرش قلف بکنی. نه، یعنی میگه که در خانه بنشینید، اگر بیرون میبرایید مانند زمان جاهلیت که یقهشان باز بود. یکی از ویژگی‌های زنهای دوران جاهلیت، دوران مشرکین چی بود؟ مثلا امروز در تاجیکستان مثلا میگه زنها باید این رومالشون رو پشت سرشان ببندن، یا بعضیا فکر میکنن که این یقه رو باز کردن این جزء ترقی و پیشرفت است. من در بحث با یکی از اینا میگفتم یعنی متحجرترین انسانهای روی زمین همین مردم هستن که خودشون رو روشن فکر میگن. چرا؟ عادت زنان کفار مال 1400 سال پیش رو که الله متعال در قرآن کریم او رو مذموم قرار داده، همان را دارن امروز انجام میدن در قرن 21. زنان مشرک وقتی که میومدن بیرون چیکار میگن؟ این رومالاشون و روسریاشون رو پشت گردنشون میبستن. اسلام میگه جلوی گردن ببند، این چاک سینت رو باز نکن. اونا اون کارو میکردن. به خاطر همین به زنان مسلمان میگه که اگر که مانند زن مسلمان با حجاب نمیتونی بیرون بشی، پس در خانه بشین، از خانه بیرون نرو. و اگر از خانه بیرون میری با حجاب کامل از خانه خارج شو. در اینجا هم ببینید میگه بیوتکن، خانه های شما ای زنها. همه خانه های زنهای مسلمان در سراسر دنیا که زندگی میکنن، الله متعال میگه این خانه خانه شماست، نمیگه خانه شوهرتون. رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه میاد، زحمت میکشن با صحابه خودشان، پیامبر گل درست میکنن، خشت میگذارن، با صحابه زحمت میکشن، خانه درست میکنن. مفتگب الله سبحانه و تعالی آیه 34 سوره احزاب نازل میکنه که وذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله والحکمه. به یاد داشته باشید، تذکر بکنید، ذکر بکنید آیات الهی را، بل حکمت سنت پیامبر رو در خانه هایتان. پیامبر و صحابه زحمت میکشن، خانه درست میکنن. الله متعال میگه این خانه عایشه و حفصه و رمله و زینب و این هاست، میگه خانه های همسران پیامبر است. حتی الله متعال خانه های رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به رسول الله نسبت نمیده، به همسرانش نسبت میده. میگه اذکرن ما یتلی فی بیوتکن، در خانه هایتان. این خانه های پیامبر رو هم به همسرانش اختصاص میده. در سوره طلاق آیه 1 یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، ای پیامبر و ای مؤمنین اگر زنهایتان را طلاق دادید، لعدتهن، در مدت عدهشان، واحصوا العدة، عده بگیرن وقتی که طلاق میدن. واتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید، از خدا بترسید. لا تخرجوهن من بیوتهن، آنها را از خانه هایشان خارج نکنید. بابا زنم رو طلاق دادم، الانم باید از خونه بیرونش نکنم، بگم همینجا تشریف داشته باش، خرچش خدمتش تا وقتی که عده‌اش تمام میشه. ببینید این دین خانه تو رو میگه که این خانه همسرت است و توی بی غیرت تا که کوچکترین مشکلی که پیش میشه برو بیرون از خانه. یک جایی هست در قرآن که اونجا خانه رو به زن متعلق نمیدانه. یک مورد است در قرآن کریم، در وقتی که زن مرتکب زنا بشه. سبحان الله، این یک از معجزات بلاغی قرآن است. در هر جای قرآن وقتی که خانه ذکر میشه، خانه رو به زنها نسبت میده، نه به مردها. یک جایی در سوره نساء آیه 15 در اونجا میگه
واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن 4 منکم فإن شهدوا فامسکوهن فی البیوت. نمیگه فی بیوتهن، اونها رو نگه دارید در خانه. وقتی که زنی که مرتکب فحشا میشه دیگه این خانه به او تعلق نمیگیره، چون اصل در همسر، در خانم، در زن این است که محل سکونت و آرامش است. و من آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، تا شما در کنار آنها آرام بگیرید. یک مرد در هیچ جای دنیا آرام نمیگیره الا در خانه خودش و در کنار همسر خودش. محل سکون و آرامشش اونجاست. وقتی که زن مرتکب فحشا میشه دیگه اون مودت و سکون و آرامش این خانه از بین میره. به خاطر همون این خانه رو نه به مرد نسبت میده نه به مرد، به زن. در اینجا میگه که فامسکوهن فی البیوت، اونها رو در خانه نگه دارید. نمیگه فی بیوتهن، چون دیگه خلاص اینجا این خانه دیگه مال اون زن نیست. زنی که خیانت کرده دیگه این خانه به او تعلق نمیگیره. این در مورد سوالی که این خواهرمون پرسیده بودن و امیدواریم که برادران عزیز به خاطر مسائل کوچیک، به خاطر مسائل پیش پا افتاده زندگیتون رو خراب نکنید. باور کنید روزانه شاید چندین پیام، تماس، والا اعصابم خراب شد، فلان جای فلان حرف رو زدم، طلاق دادم، الان چیکار بکنم؟ یکی زنگ میزنه والا فلان جا اعصابم خراب شد، 3 طلاق دادم، حالا رفتم پیش ملا میگه هیچ چاره‌ای نیست، چیکار بکنم؟ زندگی خودتون رو به دست خودتون خراب نکنید به خاطر یک لحظه عدم تعقل، عجله. و این رو همیشه به یاد داشته باشید که این خانه تنها خانه تو نیست. درست تو زحمت کشیدی، تو خریدی، پول تو است، اما این خانه همسر تو است. چرا؟ حکمت در این چی است که الله متعال حتی بعد از طلاق میگه که شما از خانه بیرونش نکنید؟ چون همین که طلاق دادی از خانه بیرونش کردی 99.99% مردا پشیمان میشن و 99.99% زنها هم پشیمان میشن. اما بعد کاری است که به قول معروف کار از کار گذشته. الله متعال همیشه میخواد که این زندگی از هم نپاشه، جدایی واقع نشه. به خاطر همین چی میگه؟ حتی بعد از طلاق هم در خانه باشه. چرا؟ تا قبل از تکمیل عدتش امکان داره دوباره برگردی. در داخل یک طهر امکان داره رجوع بکنه، طلاق رجعی باشه، یا در داخل عدت میتونه دوباره نکاح بکنه. و به خاطر این میگه از خونه بیرونش نکن. چون باور کنید یک روز بعد، 2 روز بعد، 1 هفته بعد تماس گرفته من 3 روز پیش زنم رو طلاق دادم، الان چی کار بکنم؟ قبل از اینکه پشیمان بشید این رو در نظر بگیرید که زندگی رو آباد کردنش و درست کردنش خیلی سخت است، اما خراب کردنش بین 2 کلمه است. طلاق دادی، تمام شد. یک عزیزی پیام فرستاده بودن که چیکار بکنیم که خوشبخت شویم. ببینید دوستان عزیز، ما گاهی اوقات به دوستانمون میگیم که مثلا بیت قرآن بخوانید، حداقلش سال 1 بار قرآن رو ختم بکن. یعنی صحابه 3 روز حداقل ختم میکردن، ماهی 1 بار، حداقل شما سال 1 بار. دیگه وقت نه ماه رمضان ماه قرآن است. حداقل از الان برنامه ریزی بکنید که در ماه رمضان قرآن رو ختم بکنید و سعی بکنید که قرآن رو با معنی، با ترجمه بخوانید. به جای اینکه ماهی 1 دفعه یا هفته 1 دفعه قرآن رو ختم بکنید، سال 1 بار ختم بکنید، اما با ترجمه بخوانید.
راز همه خوشبختی ها، همه زیر و بم زندگی در قرآن کریم ذکر است. والا این کتاب تنها کتاب این نیست که والا برو بزن بکش جهاد بکن، یا کتاب سیاست باشه فقط، یا کتاب اقتصاد باشه، یا کتاب داستان باشه. این کتاب زندگی است، این منشور زندگی است، سراسر تعلیم زندگی است برای ما. من در چند دقیقه برای شما بعضی از آیاتی رو که انتخاب کردم در جواب این بیننده عزیز، خواهر یا برادری که این سوال رو پرسیده بود، که الله متعال میخواد این زندگی ما رو سامان بده، میخواد همه امور زندگی ما رو از صدا گرفته تا رفتار و کردار و گفتار همه چیز رو میخواد درست بکنه. مثلا چی میگه؟ رفتارتو میخواد درست بکنه. واغضض من صوتک، صداتو پایین بیار، مثل آدم آرام صحبت کن. در ادامه این انکر الاصوات لصوت الحمیر، در ادامه آیه میگه بدترین آواز الاغ هست. چرا؟ خیلی بلند است. توی قریه یک الاغی اگر صدا در بیاره همه قریه خبر میشن. یعنی بلند صحبت کردن، داد و بیداد کردن مثل یک حیوان است. آروم صحبت بکنم، صداتو بیار پایین. واغضض من صوتک، صداتو بیار پایین. این دعوت به فروتنی است در گفتار. از یار دیدید حرف حسابش انگار داره با طرف دعوا میکنه. در سوره اسراء مثلا آیه 37 میگه ولا تمشی فی الارض مرحا، در زمین کلانکار و متکبر و با ادا و اصول راه نرو، متوسط مثل آدم را برو، با تواضع و با فروتنی، نه با ذلت و خواری، تواضع و فروتنی. داره رفتارتو درست میکنه، داره جلوی تکبر و غرورتو میگیره. چی کار بکنیم که از حسد، از چشمم چشمی، از حرص، از طمع در اموال مردم، در مناصب مردم دوری بکنیم؟ سوره طه آیه 131 میگه که ولا تمدن عینیک، چشمتو به هر چیز ندوز. چشم به مال مردم ندوز، چشم به جمال مردم ندوز، چشم به زن و بچه مردم ندوز، چشمت به منصب مردم نباشه. قناعت داشته باش. سبب میشه که از حرص، از طمع، از حسد، از این چیزا دوری. حسد چطور داره، حرص، طمع چطور در انسان به وجود میاد؟ همین که انسان دقت بکنه در زندگی دیگران. الله متعال میگه چشم درازی نکن به مال و اموال مردم. چطور از شرافت خودت و دیگران پاسداری بکنی؟ چطور حیثیت و عزت خودت و دیگران را نگه داری؟ در سوره حجرات آیه 12 میگه ولا تجسسوا، جاسوسی نکنید. در زندگی مردم تجسس نکنید. این دختر فلانی کجا میره، بچه فلانی چیکار میکنه، خود فلانی جاسوسی نکنید. در ادامه آیه میگه ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت همدیگر رو نکنید. امروز 99% مشکلات خانواده ها، بربادی زندگی ها، به هم خوردن کانون گرم خانواده ها به خاطر چی است؟ غیبت کردن. خبر شدی چی شده؟ نه چی شده؟ امروز مثلا زن فلانی رو در فلان جا دیدم که فلان کار میکرد. این به این میگه، این به این میگه، این به این میگه، خبر میرسه به شوهر طرف طلاق میده. من نمیگم از حتی اگر منکری رو میبینید برید نصیحت بکنید، اما وقتی که امکان اصلاح باشه غیبت مردم رو نکنید. بعد بعضی چی میگه؟ من که راست گفتم، این که غیبت حساب نمیشه. این که راست گفتی غیبت است، اگر دروغ میگفتی بهتان است. اگر دروغ بگی بهتان است، راست که گفتی غیبت است. پیامبر رو پرسیدن که غیبت یعنی چه؟ ذکرک اخاک بما یکره، آنچه که برادر مسلمانت دوست نداره که در موردش گفته بشه تو در موردش بگی. بعضیا غیبت رو اصلا با دلسوزی میگن، چه والا دلم به حال احمد میسوزه، مثلا چی شده؟ والا ببین بیچاره اصلا هیچ کار خوبی پیدا نمیکنه، در به در داره به دنبال مثلا فلان چیز میگرده. خب همین حرف تو رو اگر احمد شنید خوشش میاد یا بدش؟ طبعا بدش میاد. پس این غیبت است. اگر دروغ گفتی بهتان است، اگر راست گفتی غیبت است. میانه روی، اخلاق نوشیدن، اخلاق خوردن رو اسلام به تو در قرآن یاد میده. چی میگه؟ در سوره اعراف آیه 31
و کلوا واشربوا ولا تسرفوا، بخورید بیاشامید، اسراف نکنید. یک دوست عزیزم بود رفته بود اروپا، گفتم که بعد از یک دو هفته بودم الان رفتی اونجا، بهترین تجربه‌ای که در اونجا داشتی بهم بگو. گفت والا اولین باری که رفتم در یک رستوران غذا طلب کردم، یک مقداری از غذای شاید 10-20% مانده بود، تا خواستم از جا بلند بشم پلیس بالای سرم رسید، یک جریمه نقدی کرد، نمیدونم 80 یورو چقدر، به خاطر اینکه چرا غذا زیاد گرفتی، همشو نخوردی، الان میره این سطل آشغال، ضرر است برای دولت، برای ملت. بابا جان امین اسلام به تو گفته، در قرآن گفته. ما مسلمان ها به این چیزا عمل نمی کنیم. چرا؟ قرآن برای ما این است که عروس را از زیر قرآن رد بکن، طرف که مرد که دیگه نه قرآن به درد اون میخوره و نه اون به درد قرآن میخوره، طرف که مرد بشین بالا سرش چلیاسین بخوان. بابا جان این قرآن برای این است که تو این رو بخوانی، اخلاقت درست بکنی. از عایشه رضی الله تعالی عنها پرسیدن از مادر عزیزمان، از محبوبه رسول الله صلی الله علیه و سلم، در مورد اخلاق پیامبر بگو. گفت که کان خلق و قرآن، اخلاقش قرآن بود. طرف رفته با یک تعجب میگه این بزرگترین درس بود. بابا جان این درس رو که خدا به تو در قرآن داده بود، قرآن رو نخواندی، رفتی اونجا کیف میکنی که والا ببین چقدر. همون رفتار رو باید در کشورهای اسلامی بکنن. اونا به قول یکی از علما میگفت در اونجا رفتم اسلام رو دیدم، مسلمان ها رو ندیدم، در کشورهای اسلامی آمدم مسلمان ها رو دیدم، اسلام رو ندیدم. زبانت رو، اخلاقت رو، رفتارت رو با مردم قرآن میگه که اصلاح بکن. در سوره بقره آیه 82 و قولوا للناس حسنا، با مردم سخن نیک بگید. شما رو به خدا امروز شما با مردم سخن نیک بگید. من یک برنامه خدمت رو ذکر کردم، دربان محلی، هر موقع که من باش روبرو میشم این لبخند به دهنش هست. باور کنید صبح این رو ببینم انرژی میگیرم، تا شب ببینم کیف میکنم، همه خستگی طول روز فراموش میکنم. انگار خداوند این رو اینطوری خندان خلق کرده. من در زندگی ندیدم در بهار و زمستان و پاییز و تابستان ندیدم که این اصلا لبخند نباشه، یعنی عادی باشه. همیشه لبخند رو لبانش هست، همیشه که سلام علیک میکنه با لبخند. و دین ما به ما میگه که ابتسامتک فی وجه اخیک صدقه، خنده بکن صدقه بگیر. یکی میره مثلا هزاران دلار رو کمک میکنه به فقرا، ثواب صدقه رو میگیره. تو رو میگه که از در خانه که برآمدی تا محل کارت، تا وقتی که خانه برگشتی، به طرف هر مسلمانی که لبخند زدی خدا هم برات صدقه مینویسه، مفت، بدون پول، بدون دلار، بدون یورو. اندیشه هامونو الله متعال میخواد درست بکنه، تهذیب بکنه ما را، ادب بکنه ما را. لا یسخر قوم من قوم، سوره حجرات آیه 11. هم دیگر رو مسخره نکنید. یک قوم دیگر رو مسخره، ازبک رو ببین، تاجیک رو ببین، یه هزاره رو ببین، این پشتون رو ببین، این افغانی رو ببین. ما ایرانی هستیم، 5000 سال تاریخ داریم، اینا بی تاریخ، بی هویتن. الله متعال میگه ولا یسخر قوم من قوم، یک قوم دیگری رو مسخره نکنه. همیشه الله متعال به ما میگه که ای مسلمان گمان نیک داشته باش. شما رو با خدا گمان نیک در مورد فرزندت، همسرت، زندگیت، آیندت. حتی الله متعال میگه ببین مثلا شما فکر بکنی که فردا من در زندگی خود یک موفقیت بزرگی به دست خواهم آورد، همین رو به خودت القا بکن، الله متعال تو رو موفق میکنه. چرا؟ خود الله متعال میگه انا عند حسن ظن عبدی بی، من در نزد گمان نیک بندم در مورد خودش هستم. هر گمانی که میخوای بکن. گمان نیک کردن، امروز شما میری پیش روانشناس میگه خوب فکر بکن، فکرهای خوب بکن، صدها دلار میدی به خاطر چی؟ تا که روانشناس به تو بگه خوب فکر بکن. الله متعال به تو میگه گمان نیک داشته باش. چرا؟ در سوره حجرات آیه داد ان بعض الظن اسم، گمان بد گناه است. در مورد الله گمان نیک داشته باش، در مورد مسلمانان گمان نیک داشته باش. یک انسان‌های بعضی هستن اصلا باشون 5 دقیقه بشینی فکر میکنی که الان داری در اسفل السافلین جهنم زندگی میکنی. چرا؟
جامعه فاسد شده، ملت خراب شده، دولت از بین رفته، اینجا انقلاب شده، اونجا کودتا شده، اینجا اینطوری است، اقتصاد خراب است، تربیت نیست، تعلیم نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کسی که بگه که هلک الناس فهو اهلکهم، کسی میگه بگه که مردم هلاک شدن، اون هلاک شده ترین مردمان است. چرا؟ بابا جان گمانی نیک داشته باش، نیکندی شد، منفی باف نباش. بعضی انسان ها منفی باف ها. 2 دقیقه کنارش بشینی فول چارچت میکنه، منفی، چارچ منفی، هیچ اصلا دیگه خلاص زندگی تو بعد از اون تبدیل به جهنم میشه، کأنه از اسفل السافلین آمده. اصلا فضولی کردن، سخنان بیپایه گفتن، در هر چیزی مداخله کردن، سبب جنگ، دعوا، بدبختی، مشکلات خیلی مثلا این است که در چیزی که مربوط ما نیست ما اونجا میریم مداخله میکنیم، یا به قول ایرانی میگن نخود ارعاشی شده. چرا؟ الله متعال میگه ولا تقف ما لیس لك به علم. در مورد چیزی که علم نداری، خبر نداری، اطلاع نداری مداخله نکن، حرف نزن، ساکت بنشین. گذشت، احسان، بزرگواری در سوره شورا آیه 40، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، کسی که مردم را میبخشه، با اون اصلاح میاره در بینشون، اجرش با الله سبحانه و تعالی است. انسان مصلح باش، انسان از خود گذشته باش، ایثار و فداکاری داشته باش. قرآن این رو بهت میگه. بعد از اون میخواد روح تم آرام بکنه. الا بذکر الله تطمئن القلوب، سوره رعد آیه 28. با ذکر الله سبحانه و تعالی دلهای انسان آرام میگیره. این چشمه سعادت است، این سعادت واقعی است. دیروز کلیپ رو دیدم، کسی داشت گریه میکرد، والله داشت گریه میکرد، داشت منفجر میشد از غضب. میگفت که امروز یک نان فروش دست فروشی رو دیدم تو کوچه که چنان خوشحال بود، چنان شاد بود که اصلا دارم دیوونه میشم. من 4 تا آپارتمان دارم اما یک روز مثل اون نخندیدم. و اون قناعت داره، اون با یاد و ذکر الله متعال زنده است، اون سعادتمندی واقعی رو احساس کرده. فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کسی که از ذکر الله دوری میکنه زندگیش تنگ و تاریک میشه. عصبانی بود، میگفت من 4 تا آپارتمان دارم، طرف اون دست فروش میبینیم کنار خیابون داره نان خشک میفروشه، داره میخنده. این چرا میخنده؟ این چطور میخنده؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. اینو الله میده به انسان، این آرامش رو الله میده. بعد همین خبرنگار میره کنار همون دست فروشه، بعد از این میگه الحمدلله، میگه روزانه میام کار میکنم، 4 قرانی پیدا میکنم، میبریم خونه، میگیم، میخندیم، میخوریم. الان شما این خانواده خوشحال سعادتمند رو با اون خانواده که 4 تا آپارتمان داره، خدا میدونه هر آپارتمانش چند تا واحد داره، ماهانه چقدر درآمد داره، اینو با زندگی. پسرش مواد مخدر استفاده میکنه، دخترش معلوم نیست شب با کی کجا میره، زنش معلوم نیست کجا داره بهش خیانت میکنه، خودش در به در خاک به سر داره مواد فلانی استفاده میکنه. بعد از اون میاد این روابط اجتماعی رو بین انسانها رو در یک آیه خلاصه میکنه. انما المؤمنون اخوه، مؤمنین برادران هم دیگر هستن. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند چیزی رو که انسان برای خودش دوست داره، برای برادر مسلمانش هم باید دوست داشته باشه. همه ما کار میکنیم، به ما میگه که ان الله تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنه. هر کاری که میخواین انجام بدید با دقت انجام بدید، کمال دقت رو امروز ببینید عاشق میشی به مثلا وسایل برقی آلمانی، نمیدونم انگلیسی، چقدر با دقت پیچ و مهره ها، چقدر با دقت این تنظیم شده، سافتورش، هاردورش، چقدر با دقت. بابا همین دقت و اسلام به تو گفته که تو باید انجام بدی.
این بعضی از نکاتی بود که سراسر قرآن پر است از این درس ها. کافی است یک چند صفحه، در هر صفحه باور کنید ده ها و صدها درس میتونید بگیرید. یکی از کتابایی که ده ها هزار جلد کتاب نوشته شده در تفسیر آیاتش قرآن کریم است. منشور زندگی است. یک مطلبی رو هم خودم میخوام خدمت شما عزیزان بیان بکنم. یک پستی زده بودم در این مورد در فیسبوک، شاید بعضی عزیزان دیده باشن. بعد از طول انتظار یکی از کشورهای اسلامی یک شبکه اجتماعی جدیدی رو ساخته به نام نکست سوسیال ترکیه. شبکه‌ای که حالا کسانی که این رو ساختن، مؤسساتی که ساختن میگن که اولین تجربه‌ای است که تجربه امن و پاک که از مواد غیر اخلاقی، دروغ، فریبکاری، از این چیزا یعنی به شدت جلوگیری میشه. این رو خواستم خدمت شما عزیزان معرفی بکنم. بعضیا حالا در زیر پست اومده بودن که حالا مال ترکیه است و فلان است این است. ببینید همیشه ما منفی نگر هستیم. حالا مثلا اگر تا حالا ده ها صفحه‌مون رو در فیسبوک بستن به خاطری که شما چرا از فلسطین، تو این صفحه برید هر چی در مورد فلسطین میخواید بنویسید، هر چه فیلم و ویدیو عکس میخواید بگذارید، کسی نمیبنده صفحتون رو. هر چه بد و بیرا میخواید به اسرائیل بگید، کسی صفحتون رو نمیبنده. برید در توییتر و در فیسبوک و در اینستاگرام و اینا برید یک کلمه حرف بزنید میبندن صفحتون. یک مورد مسائل غیر اخلاقی بگذارید بهتون هشدار میدن، حذف میکنن، دلت میکنن. پس بیایید همین رو ما پخش بکنیم در بین خودمون و موفق شدن این تجربه سبب میشه کشورهای اسلامی دیگری هم به این فکر بیفتن، یا مهندسان مسلمانی که با کامپیوتر و با این برنامه‌های کامپیوتری سر و کار دارن. چون که همین فیسبوک و توییتر و اینا رو مگه اینا رو کی درست کرده؟ انسان‌هایی درست کردن. پس شرکت‌های بزرگ آمدن خریدن و امروز میلیاردها دلار دارن درآمد میکنن از این شرکت‌ها. چرا ما مسلمان‌ها این کارو نکنیم؟ چرا یک کشور اسلامی وقتی که اومد یک تجربه ای رو خواست انجام بده باید همیشه منفی باف باشیم، منفی نگر باشیم، بزنیم؟ بلکه بیاییم در راستای موفق شدن این تجربه با هم دیگه همکاری بکنیم. من لینکش رو برای شما عزیزان میگذارم اینجا، هم در اپستور هم در اندروید، که عزیزان ما بتونن این رو استفاده بکنن. و شبکه جالبی است. تا خود من حساب باز کردم اونجا، خیلی جالب بود. هرچی در مورد فلسطین میخواید، در مورد غزه، در مورد وضعیت مسلمان ها، هیچ محدودیتی وجود ندارد. و این هم لینک که برای آیفون میتونید استفاده بکنید رو هم اینجا براتون میگذارم. خب دوستان عزیز، به پایان وقت برنامه رسیدیم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان همراه خواهیم بود، همه‌تان را به پروردگار متعال میسپارم. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة